بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه در ابتدای آن گفته بودند که ما الله تعالی را وصف میکنیم چگونه که الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده است و چگونه که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کرده است گفتند و بعد یک چند آیت ها را همچون مثال ذکر کردند که در آن آیت ها الله تعالی خود را وصف کرده است. یعنی آن آیت هایی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه ذکر کردند، آن آیت ها همچون یک مثال بود، نه همه آیت هایی که الله تعالی خود را وصف کرده است. حتی ابن القیم رحمت الله علیه میگویند که اگر آدم تأمل کند، تفکر کند، میبیند که قرآن 100% درباره الله تعالی سخن کرده است. حتی آن قصه هایی که مثلا قصه ابولهب اگر خوانید در قرآن، یعنی جزای آن انسانی که الله تعالی را دشمنی کرد، یگانه نشمارید، شرک آورد، چی شد؟ یا اینکه قصه آنهایی که گذشتند و موحد بودند یا مشرک بودند، حتی قصه های تاریخی هم دلالت به توحید میکنه. قرآن اصلا درباره الله تعالی سخن میکند. و این مثال های بود. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه وقتی که آیات ها را گفته شدند، گفتند که کسی که اگر قرآن را تدبر کند، تأمل کند، با مقصدی راه راست را یافتن، الله تعالی رو موفق میکند، راه حق برایش گشاده میشود. گفتند همین گونه انسان نه اینکه اول اعتقاد کند و بعد دلیل کند، اول اعتقاد کند که الله تعالی در همه جا هست، در آسمان نیست، در عرش نیست، گفته اول اعتقاد کند و ثانی به همین گپش دلیل کاوی کند. نه، اول قرآن خواند، تفسیر خواند، اول آموزد، بعد اعتقاد کند. بنابراین گفتن که کدام انسانی که قرآن را تدبر کند با مقصد هدایت یافتن، برای وی راه حق بیان میگردد، معلوم میشود. ثم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سپس در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم جستجو کند، ببیند که پیامبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی را چگونه وصف کردند. برای آنکه داناترین خلق الله تعالی نسبت الله تعالی این پیغمبرها هستند و عالمترین پیغمبرها، این خاتمه پیغمبرها حضرت محمد علیه السلام هستند. ثانی به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد. گفتم چرا؟ برای آنکه سنت تفسر القرآن، قرآن را تفسیر میکند. تفسیر یعنی وسیع میکند، میفهماند. و تبینو، بیان میکنه، یعنی مجمل قرآن را بیان میکنه. الله تعالی نماز خوان میگد، نماز چی است، چگونه خوانیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن که وقتی که خواستی که نماز خوانی طهارت کن، چه خیلی که الله تعالی تو را امر کرده، سپس به قبله رو یار، سپس دستانت را برابر گوشت یا برابر کتفت مثلا بردار، سپس ثنا خوان، سپس سوره فاتحه خوان، سپس سوره زم کن، سپس مثلا رکوع کن، در رکوع سبحان ربی العظیم گو، سبح قدوس رب الملائکه و الروح بگو، ثانی سمع الله لمن حمیده گو. نیست اینها در قرآن. قرآن ما را حواله به سنت کرد. و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیغمبر به نزد شما آورد شما به وی عمل کنید. گفت و تبینو، قرآن بیان، حدیث قرآن را بیان میکند. بنابراین بعضی علما گفتن که قرآن به حدیث محتاجتر است نسبت حدیث به قرآن. وقتی که این سخن در نزد امام احمد گفته شد، گفتن که من به این خیل گفتن جرأت نمیکنم، گفتن لیکن حدیث بیان کننده قرآن است. حدیث قرآن را میفهماند، تبینو، بیان میکنه مجمل های را. الله تعالی زکات دهید گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم که از 40 گوسفند یک گوسفند، از 30 گاو یک گوساله یک ساله، از 5 شتر یک گوسفند، از 25 شتر یک شتر یک ساله گفته بیان کردن. و تدل علیه، قرآن، حدیث به قرآن دلالت میکند. یعنی چی؟
یعنی یک چیزی که قرآن امر کرده است حدیث هم آمده همون امر میکند، یعنی قوت میدهد. الله تعالی گفت فصلی لربک وانحر، برای رازگی پروردگارت نماز گذار، یعنی نماز عید، و قربانی کن بعد نماز عید. و این صلاتی و نسکی، نماز من، قربانی من لله رب العالمین، برای الله است. حدیث آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردند، با فعلشان با قولشان به مردم قربانی کنید گفتند، یعنی دلالت کرد. حدیث به سخنهای قرآن دلالت میکند. قرآن مثلا دزدی را حرام کرد، حدیث هم آمده به حدیث هم همین خیلی سخن کرد که به حرام بودن دزدی دلالت میکند، یعنی قوت میشه. بنابراین وقتی که علما رو میبینید یک مسئله رو حکمش رو بیان میکنن، بعد دلیل از قرآن و دلیل از سنت میبیارن، چون که سنت دلالت به قرآن میکند، یعنی دلالت به آن حکمی که در قرآن آمده است موافقت میکند. قرآن حرام گفت سنت حرام میگوید، قرآن واجب گفت سنت واجب میگوید. و تعبر عنه، حدیث از قرآن یعنی قرآن رو بیان میکنه. تعبر عنه، عبر یعبر، عبر عما فی نفسه. عربا میگن که عبر گوید آن چیزی که در دلش بود همون به زبانش آورد، یعنی که آن چیزی که در قرآن آمده است حدیث همون میگوید، به مردم معلوم میکند. مثلا یه دختر پرسیدید که به فلانی خانه‌دار میشوی، سکوت کرد، بله سکوتش هم بعضی ها میگن رازگیش است، لیکن وقتی که با زبانش میگوید الکی بیانتر شد، واضحتر شد. بعضی انسان ها از شما راضی هست یا راضی نیست، با از شکلش، از نگاهش، از رویش فهمیده میشه. خیلی که صحابه ممکن اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از یگان چیز غضب کنن عرفناه فی وجهه، ما در روشون میفهمیدیم. لیکن اگر همون چیزی که صحابه فهمیدن با پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر همون با زبانشون هم گویند با واضح‌تر میشد. یعنی حدیث قرآن را بیان میکند. و عبرت عن فلان تکلمت عنه، از نام فلانچی گپ زدم. عرب ها عبرت عن فلان، وقتی که گفتن که سنت از قرآن بیان میکند یعنی گفتی قرآن را میگوید، سخن قرآن را سنت میگوید گفتن. خب واقعا سنت دویومین اصل است. ما دلیل را از قرآن میگیریم و از سنت میگیریم. الله تعالی هم ما را به این امر کرد فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر شما در یک مسئله کشاکشی کنید، جدال کنید، بین شما نافهمایی شود، پس شما او را به الله و رسول برگردانید. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما به الله و روز قیامت ایمان داشته باشید. رد کردن به الله تعالی، رجوع کردن به کتابش، یعنی بازگشت به کتابش قرآن، و رد کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدی وفاتش. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده باشد، رفته از پیامبر میپرسیدیم که یا رسول الله من این خیلی گفتم، عمر این خیلی گفت. حضرت عمر وقتی که ابی بن کعب یک قرائت کرد، عمر غضب کردن، گفتن که تو چی خوانده ایستادی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم این سوره رو به من قرائت کنانیدند، غیری اون قرائتی که تو الان قرائت کردی. ابی گفت که من پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من این قرآن تعلیم دادم. بعد دو کسا آمدن به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر گفت یا رسول الله این ابی یک قرائتی میکند که اون قرائت رو شما به من تعلیم نداده بودید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اقرا یا عمر، قرائت کنه ای عمر. گفتن حضرت عمر قرائت کرد، گفتن که کذالک انزلت، همین گونه نازل شده است از جانب الله تعالی. اقرا یا ابی، قرائت کنه ای ابی. گفتن ابی قرائت کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت کذالک انزلت، همین گونه نازل شده است. این قرآن با 7 زبان نازل شد گفتن، یعنی با 7 لهجه ها قرائات میگن که 7 قرائتی مشهور است، 7 قرائتی صحیح، 3 قرائتی شاذ است، عموما 10 قرائت است، 20 روایت، دوتگی روایت دارد، 20 روایت است. حافظ سیوطی میگن که الله تعالی
میگوید که فقرؤوا ما تیسر منه، از قرآن به قدر امکان خوانید. سیوطی گفتند که قراءتها بعشر قراءاتها بعشرون روایاتها، یعنی به قدر امکان خوانید معناش با 10 قرائت و با 20 روایت خواندن است. حضرت حافظ میگوید که عشق رسد به فریاد، ار خود زسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. مقصد 7 قرائت صحیح با 2 روایتش 14 روایت میشه. حافظ شیرازی قرآن حافظ بود، غیر اینکه حافظ بود با 7 قرائت و 14 روایت که میخواند. خب الله تعالی واقعا در قرآن هم گفت که قرآن سنت بیان کننده قرآن. در سوره نحل الله تعالی میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما به تو ذکر را نازل کردیم. یک معناش قرآن را نازل کردیم تا اینکه تو بیان کنی به مردم آن چیزی که به آنها نازل شده است. یعنی ما قرآن را به تو نازل کردیم تا اینکه تو قرآن را به مردم فهمانی. یعنی قرآن به همه فهمانی است، همه نمیفهمد. هست آیتایی که همه میفهمد. الله تعالی میگه که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، به الله تعالی را عبادت کنید، یگانه پرستش کنید، به الله تعالی چیزی را شریک نبیارید، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید. این همه میفهمد. لیکن هست آیتایی که عالم ها میفهمند، یا آیا فلان مسئله زیر همین آیت میدراید یا نمیدراید، همه نمیفهمند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه دار بودند که قرآن را بیان کنند. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. در سوره نساء الله تعالی میگه الله تعالی برای تو هم قرآن را نازل کرد، هم حکمت را نازل کرد. حکمت یعنی سنت است. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که سپس ما الله تعالی را وصف میکنیم با اون وصفایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف کردند، چون قرآن را حدیث وصف بیان میکند، تفسیر میکند و دلالت به آن چیزی که در قرآن آمده است دلالت میکند و قرآن را بیان میکند. و ما وصف الرسول به ربه من الاحادیث الصحاح، و آن وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پروردگارش را وصف کرده است من الاحادیث الصحاح، در حدیث های صحاح. صحاح جمع کلمه صحیح، حدیث های صحیح. تعریف حدیث صحیح میدونید ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل و سلم من الشذوذ والعلة القادحه. 5 شرط دارد. آن حدیثی که شخصان عادل روایت میکند، ضابط، ذهنش به درجه عالی است، حفظش با قوت است، با سندی متصل پیوست، کندشوی ندارد، و حدیث از شاذیت و از علت قادحه سلامت مانده باشد که در شرح مصطلح الحدیث اینه میابید که ما یک درسی کامل درباره حدیث صحیح شرح داده هستیم. خب آن حدیث های صحیحی که در آن حدیث های صحیح منظور از این که علیه حدیث های ضعیف بیرون برآمد. ما الله تعالی رو با واسطه حدیث های ضعیف نمیشناسیم، باید با حدیث صحیح شناسیم. بنابراین مصطلح الحدیث لازم ببینید. شما برای دانستن علم عقیده و مصطلح الحدیث محتاج هستید. برای چی؟ برای اینکه در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را چگونه وصف کرده باشه ما باید همونگونه وصف کنیم. التي تلقى اهل المعرفه بالقبول، آن حدیث های صحیحی که اهل معرفت قبول کرده باشن، یعنی اهل حدیث قبول کرده باشن. یگان عالم نحو آمده این حدیث صحیح گفته باشه قبول نیست گپی عالم نحو. یعنی باید اینجا سخن اهل حدیث گرفته شود، اهل شأن، متخصص های علم حدیث باید سخن آنها قبول است در این مسئله، در تصحیح و تضعیف، یعنی صحیح گفتن و ضعیف گفتن. وجب الایمان بها كذلك، آن حدیث های صحیحی که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کردن ایمان آوردن واجب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که الله تعالی را صفت کردن، وصف کردن، حدیث که صحیح است برای ما واجب است که ما باید همون اعتقاد را کنیم. مثل قوله صلی الله علیه و سلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له
متفق علیه. مثل قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که الله تعالی پروردگار ما به آسمان دنیا نه همین آسمانی که ما با چشم میبینیم، اما آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم ما نمیبینیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم دیدن، برآمدند و بعضی پیامبرها دیدند، لیکن دیگر انسان ها نمیتونند برآید، برای آنکه بین آسمان یکم و آسمان زمین 500 سالینه راه است، مسافه دور است، مخلوق نمیتوند رفته. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم هم رفتن، جبریل اجازت پرسید که ما از پاسبان های آسمان اول کشا گفت کی هستی؟ گفتن جبریل. کی است همراه؟ گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم، حضرت محمد است همراه هم. بعد برایشان کشاد. خب پروردگار ما با آسمان دنیا از کلمه نزدیک گرفته، دنو نزدیک، برای آنکه این به ما نزدیک است، این آسمان به ما نزدیک است و از همه محیده ترین آسمان همین است. با وجود همین ببینید که آفتابی که از زمین اینقدر بزرگ است و زمین در نزد آفتاب مثل سیب در زمین است، اونقدر آفتابی کلان در پیش آسمان چگونه است. با آسمان هم همین یک جایی که چشم شما قدرتی دیدن دارد. این آسمان بی نهایت مخلوق عظیم است و این آسمان هر روز با هر دقیقه وسیع میشه. الله تعالی میگه که ما آسمان را آفریده و اینا لموسعون، و ما آسمان رو هر روز وسیع میکنیم. خیلی آسمان وسیع شدن میگیره تا قیامت. بنابراین از همه سوگندی بسیاری که الله تعالی قسم خورده است در قرآن به آسمان است. و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و قسم به آن ذاتی که آسمان را آفریده است. چندی مراتب میگه که شما به آسمان نظر کنید، فرجع البصر، با چشم دوباره نگاه کن، هل تری من فطور، آیا در آسمان یگان عیب میابی؟ مقصد واقعا آسمان از همه بزرگترین مخلوقی که انسان با چشمش میبیند. عرش بزرگترین مخلوق است لیکن ما نمیبینیم. آسمان دوم بزرگتر است از آسمان یکم، ما نمیبینیم. یگانه مخلوق عظیمترینی که ما میبینیم آسمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی به آسمان دنیا میفراید، یعنی این فرامدن الله تعالی خاص، صفتی خاص الله تعالی هست، به فرامدن مخلوق ها مانند نیست. این حدیث شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه آورد. این حدیث در صحیح بخاری مسلم است. ابن بطوطه چخیلی گفتیم به شیخ الاسلام تیمیه در سفر رحلتش به سوی دمشق تهمت میکند، میگوید که شیخ الاسلام تیمیه را دیدم، خود شیخ الاسلام کنه. میگوید اصلا بعضی عالم ها گفتن که، بعضی برادرها گفتن که همین شیخ الاسلام گفتند ابن تیمیه را دل آدم را میرنجاند. گفتن امام حافظ ابن حجر در مدرسه شیخ الاسلام به وایه نرسیدن، یعنی در عقیده شیخ الاسلام 100% نیستن حافظ ابن حجر. لیکن در مسئله که یک وقتی کسی گفت که کسی اگر ابن تیمیه را شیخ الاسلام گفت کافر است، گفت زیاده از 30 نفر یا 60 نفر از به خاطرم رد زدن. یعنی کسی که ابن تیمیه را شیخ الاسلام میگفت کافر نمیشه، گفته رد زدن. از جمله حافظ ابن حجر گفتن که واقعا شیخ الاسلام تیمیه شیخ فی الاسلام است، شیخ در اسلام است. اگر یگان عملی نمیکرد غیر همین ابن القیم رو تربیه میکرد، او شیخ البلقب شیخ الاسلام سزاوار بود. بعضی میگن که اگر هیچ کار نمیکرد، یک کتاب منهاج السنه میخوان، بلقب شیخ الاسلام سزاوار میشد. شما منهاج السنه خوانید یا دلخواه کتابای شیخ الاسلام خوانید، کتاب دیگر کس خوانید، محتوایی که کتاب دارد یا آدمی عادل، همین منهاج السنه یک کافر تحقیق کرده است. تحقیق یعنی چی؟ یک کتابی مخطوطات میگیرید دست نویسه، همون اول حروفش میچینید به کامپیوتر که کتاب به چاپ تیار میشد، بعد عباره هاش درست میکنید، میخوانید همون چیزه، دیگر نسخه ها کتی قیاس میکنید و همون صحیح کرده حاشیه ها میمانید، مقصد یکم علاوه ها مینویسید. همین یه آدمی کافر کردگی هست. به شیخ الاسلام بسیار ثنای بزرگ میگوید که علمی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه دارد. بنابراین حتی بدرالدین عینی مذهبش حنفی هست، صاحب کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری، و هم رد میزند، میگه کسی شیخ الاسلام تیمیه رو شیخ الاسلام گفت کافر نمیشه. گفته
خلاصه مقصد این است که دشمنانشون ابن تیمیه میگفت، شیخ الاسلام نمیگفت البته. خب ابن بطوطه میگفت که ابن تیمیه رو دیدم در مسجد دمشق در روز جمعه خطبه جمعه میخواند، در بالای سیومی منبر بود، گفت که پروردگار ما نازل میشود که نزولی هذا، مانند این فرامدن ایمان گفته یک زینه از بالای منبر فرامد میاد و این دروغی محض است، برای اینکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله در حیاتشون یگان مراتب خطبه جمعه خواندگی نیستند، برای اینکه امام خطیب نبودند، رسمی امام خطیب نبودند در یگانجا، برای اینکه دشمن ها همیشه به سلطان های و به پادشاه ها تنقید میکرد و امیران و پادشاه ها به شیخ الاسلام وظیفه نمیداد و شیخ الاسلام حاجت به وظیفه نداشتند و وظیفه را طلب هم نمیکردند. حالا همین وظیفه ها را اصلاش پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن کسی که وظیفه را طلب کند الله تعالی یاردم نمیدهد. یعنی منصب یا وظیفه طلب کنید، من امام خطیب کن، من قاضی کن، من مفتی ما گفته اگر به امیرها رشوه دهید یا به نزدیکانش رشوه دهید یا به دیگر یار دوستاتون که من وظیفه گرانته، الله تعالی یاری نمیدهد. یک آدم اومده یا رسول الله مرا هم رئیسی شهر مانید، چه خیلی که فلانی رو رئیسی شهر ماندید، امیری شهر تعیین کردید، گفتن که ما این وظیفه با هم کسی که طلب میکند نمیدهیم. گفتن کسی که این وظیفه طلب کند یاری داده نمیشد از جانب الله تعالی. من ببینید حال آنهایی که همه وظیفه میخرن جامعه رو به کدام حالت آورده رسانیدن، همه وظیفه پول بفروخته شده است، پسترین وظیفه ها هم نرخ دارد. نعوذ بالله، چی جامعه به دنیا آمد پیدا شد؟ ما این وظیفه رو نمیدهیم برای آن آدمی که طلب میکنن. سبحان الله، یک عالم وقتی که امام مسجد قبا تعیین میشد، مسجد قبا مسجد صاحب فضل و شرف است، مسجد اسس من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرین. الله تعالی به مسجد قبا ثنا گفت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، در اولین کاری که کردند در قبا مسجد قبا را ساختند. مسجد قبا فضل و مرتبه دارد. یک عالم با مسجد قبا امام تعیین میشد، امام خطیب تعیین میشد. در یک برنامه راوی برنامه میپرسد که همین چخیل شد، مقصد چخیل شما با آنجا امام تعیین شدید؟ گفت که خیلی مکتوب اومد که تو امامی مسجد قبا شدی. بعد چیکار کردی؟ گفت خیلی خسته سجده کردم برای اون که این منصبی پیغمبر است، اصلا امامتی کردن یعنی این منصبی جلیل است، مادامی که یعنی به حقش اجرا کنید، طلب کردگی نباشه، پاره داده امام خطیب شدگی نباشید. خوب است علم داشته باشید، سزاوار باشید، این نعمت است از جانب الله تعالی. و جعلنا للمتقین اماما، بنده های نیکی خدا دعا میکنن که ما را به شخصان به تقوا امام گردان. یعنی امامی نه فقط مسجد و نماز، امام در همه عملها پیشوا گردان. بعد سجده کردم، بعد گفتن چی خیال شد؟ گفتن که اینجا یک سخنی عجایب گفت، من امامتی و وظیفه رو حتی از الله تعالی هم نپرسیدم. برای چی؟ برای اینکه عمومی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت میکنند که کسی این وظیفه رو طلب کند الله تعالی یاری نمیدهد. نگفته است که از کی طلب کند. بنابراین من مطلقا گفتم عالم از الله تعالی هم وظیفه نپرسیدم، منصب از خلقش هم نپرسیدم. سبحان الله، اجتهادی یعنی عجیب. از الله تعالی هم نپرسیدم وظیفه، از الله تعالی پرسید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار گوید. آن دعاهایی که اومد از بگوید که منصب نپرسیدم نگاه، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی پرسد یاری داده نمیشود. خلاصه شیخ الاسلام تیمیه منصب نداشتند، وظیفه نداشتند و گفتند که المنصب والولایات لا یجعل من لیس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. منصب و وظیفه های عالمی که عالم نیست، آدمی که عالم و مجتهد نیست، عالم و مجتهد نمیکنه. یا آدمی به سواد گریمو امروز مفتی مونه و معنی اینو ندارد که عالم بوده است. منصب و عالم نمیکنه. برای عالم شدن مهنت کردن بگذار، منصب ندارد لیکن علم داشته باشه.
این ابن بطوطه میگه که ابن تیمیه رو دیدم که در مسجد اموی، مسجدی بزرگترین که هزارها سال پیشتر ساخته شده است و حاضر هم وجود دارد، در همون مسجد در روز جمعه برآمد میکرد. میگه اولش اینکه شیخ الاسلام رحمت الله علیه یگان مراتبه خطبه جمعه امامتی کردگی نیستند. دومش اینکه وقتی که ابن بطوطه وارد دمشق شد، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در زندان قلعه قرار داشتند، یعنی در محبس بودند. خیلی شخصی که در محبس است و مردم جمعه میخونند، این تهمتی محض بود و هیچگاه شیخ الاسلام نمیگن که نزولی نزول الله تعالی که نزولی هذا، مانند نازل شوی ما. این مشبهه ها این خیلی میگن شیخ الاسلام مشبهه نیستن، مجسمه نیستن چه خیلی که انسان ها تهمت میکنن، بلکه شیخ الاسلام آن چیزی که در قرآن و سنت آمده است همون خودش میگوین، تشبیه نمیکنن، با الله تعالی جسم اثبات نمیکنن، صفات های الله تعالی رو به صفات های بنده ها مانند نمیکنن. الله تعالی به آسمان دنیا نازل میشد هر شب وقتی که یکی آخری شب باقی میماند. شب به 3 تقسیم کنید، بعد از آن شام تا از آن بامداده چند ساعتی که باشد، یکی آخرش همون وقتی که الله تعالی میفراید. فرامدنی که به عظمت و جلالت و بزرگی الله تعالی لایق است. فرامدن الله تعالی با فرامدن بنده ها مانند. اصل آنهایی که این حدیث ها رو انکار کردن، حدیث در بخاری مسلم است، حدیثی صحیح از غباری ندارد. اصل آنهایی که انکار کردن این گونه حدیث ها را، الله تعالی رو به خلق اول مانند کردن. گفتن که الله تعالی اگر به آسمان دنیا فراید عرش خالی میماند کو. حالا که الله تعالی درباره عرش است چی میشه دین؟ بعد زمین که دایره شکل هست، الله تعالی مثلا 3-1 شبی اروپا از 3-1 شبی آسیا فرق دارد. کشورها حتی روسیه بینید از جهتی کلانیش بینی‌ها در بعضی جاهاش بامداد است، در بعضی جاهاش خفتن است، فرق میکند. مقصد چه این خیل باشد الله تعالی 24 ساعت در آسمان دنیا هست. همه این چیزا از کجا پیدا شد؟ وقتی که الله تعالی رو به مخلوق مانند کرد. الله تعالی میگه که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. ولم یکن له کفوا احد، چیزی به الله تعالی برابر نیست. الله تعالی هر 3-1 شب میفراید، عرش از الله تعالی خالی نمیماند. این است الله تعالی بودنش. برای آنکه اگر عرش از الله تعالی خالی ماند، الله تعالی هم مثل مخلوق میشد. بنابراین الله تعالی ذاتی است که اون صفت هایی که الله تعالی دارد مخلوق ها ندارند. خلاصه 3-1 شب آخر میبره من یدعونی فاستجیب له، کی مرا عبادت میکند من عبادت او را قبول میکنم. دعا دو خیل میشد، دعای طلب و دعای عبادت. دعای عبادت چی است؟ وقتی که شما سبحان الله گفتید این هم دعا هست. یعنی شما وقتی که استغفر الله گفتید این دعای مسئلت است. شما از الله تعالی یک چی پرسیدید، پروردگار گناه مرا مغفرت کن، این دعای مسئلت است. وقتی که سبحان الله گفتید این دعای عبادت است. دعای عبادت چی؟ دعای عبادت هم مسئلت است، فقط با زبان حال نه با زبان مقال. مقصودتون چی بود از سبحان الله؟ الله تعالی پاک است گفتید. با این کلمه شما میخواهید به الله تعالی نزدیک شوید، میخواهید الله تعالی شما رو دوست دارد، میخواهید الله تعالی شما اجر دهد، میخواهید الله تعالی شما رو طلب و درخواستانتون رو دهد، شما رو خوشبخت کند، موفق کند. یعنی این هم دعا هست. من یدعونی، کی مرا عبادت میکند. دعا در لغت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الدعاء هو العباده، دعا این عبادت است. کی مرا عبادت میکند فاستجیب له، من عبادتی او را به درگاه قبول میکنم. و من یسألونی فاعطیه، کی از من چیز میپرسد، علم، رزق، هدایت، راه راست، فرزند، زن، شوهر، کی چی میپرسد از من میدهم. میگه وعده داده شده است. و من یستغفرونی فاغفر له، کی از من مغفرت میپرسد من گناه او رو مغفرت میکنم. ببینید آنهایی که این حدیث رو تعویل میکنن میگن که الله تعالی نمیفراید 3-1 شب آخر، فرشته میفراید. میگن فرشته فرموده میخه میگه کی مرا عبادت میکند من قبول میکنم،
کی از من یگان چی میپرسد من میدهم، کی از من به گناهش مغفرت میپرسد من گناهش رو مغفرت میکنم. مگر فرشته همیشه میگوید متفقون علیه. متفقون علیه یعنی چی؟ بخاری و مسلم در روایت این حدیث اتفاق کردند. اعلی الصحیح ما علیه اتفقا. عالی ترین حدیث صحیح آن حدیثی که امام بخاری و مسلم در روایت آن اتفاق کردند. یعنی هم بخاری روایت کرده در صحیح بخاری هم مسلم. بعد این سنه آن حدیثی که بخاری روایت کرده است و مسلم نه، فقط در بخاری است. بعد این سنه آن حدیثی که مسلم روایت کرده است و بخاری نه. خب این حدیث درباره صفت نزول بود. این حدیث دلالت میکنه که الله تعالی نازل میشد، نه به مانند نازل شوی مخلوق ها. ما نمیدونیم کیفیت نازل شدنش را. الله تعالی نازل میشد، این معلوم است، برای اینکه در قرآن هم خبر داده است، در حدیث هم خبر داده است که الله تعالی نازل میشد، لیکن کیفیتش را نگفته است چگونه نازل میشد، نگفته است. کیفیتش مجهول است، نزولش معلوم است. ایمان آوردن به نزول الله تعالی واجب است، سوال کردن که چگونه نازل میشد بدعت است. و این حدیث دلالت میکنه که الله تعالی در آسمان است، در بالا است. مادامی که به آسمان دنیا فراید، اصلا جایش در بالا است. خب و قوله صلی الله علیه و سلم لله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم براحلته الحدیثه متفق علیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث گفتند که الله تعالی خرسندتر می شود از آن شخصی که توبه کرده است و گناهش خرسندتر. این حدیث اصلا حدیثی دراز است. من احدکم از یکی شما که من احدکم براحلته با راحلش یعنی با شتر و اسبش در یک سفری بود و الحدیث گفتند. الحدیث یعنی الی آخر الحدیث. یک معناش الحدیث یعنی اقرأ الحدیث، حدیث تا آخرش خوان. متفق علیه. این حدیث هم در صحیح بخاری مسلم است. اصل این حدیث چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یک آدم شترش را در بیابان گم میکند. بیابان جایی که از این طرفش چولی قزاقستان هست. اونجا بسیار آدم ها وفات کرده از در زمستان ها علل خصوص، یعنی یخ کردگی است. بیابان اگر زاد انسان توشه انسان تمام شود یا راحلش نباشد، مرکبش نباشد، اسبش نباشد، شترش نباشد، احتمال است که نمی براید به ساحل و بیرون نبرآمده وفات میکند. یک انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آمد به زیر یک درخت، فرآمد از شترش به پشت خواب کرد، کمتر خوابش برد که میخیزد که شترش نیست و همه آب و طعامش در بالای شترش بود. بعد دیدند که تمام اطراف دید هموار نیست شتر، هموار بی نهایت، بیابانی هموار که مقصد چندین کیلومترها را دیده میشه. اگر دویده را آدم شترش به کدام طرف میره، رفت و به طرف مشرق رود، شتر در طرف مغرب رفته باشد درستر دور میشه در شترش. به مغرب رود شاید شتر به مشرق رفته است، جنوب شرق کجا رود شتر به چشم نمی نماید. بعد ناامید شد هم از شتر و هم از حیات دنیا. گفت که دیگه اکنون تمام از این دنیا وفات میکنم. گفت و به همون زیر درخت آمد و به پشت خواب کرد. به جای اینکه خود را به 4 طرف زده مونده کرده بر وقتر به یک مشقت وفات کردن، همینجا وفات میکنم. گفت و به پشت خواب رفت، چشمانش را پوشید. یه وقت شد که یک از جاش میخیزد که شترش در پیشش ایستاده است. از خرسندیش از جایش دوید خیست و از نقطه شترش قپید و با آسمان نگاه کرد و که اللهم انت عبدی و انا ربک. پروردگارا تو بنده من و من پروردگار تو هستم. اخطأ من شدت الفرحی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از شدت خرسندی خطا کرد.
خطا کرده گفت که پروردگار تو بنده ای من پروردگاری تو گفت، به جای اینکه گوید که من بنده ای توی تو پروردگاری من گوید. آیا ما همین تکفیر میکنیم یا نه؟ کی میگوید؟ آخر خطا کرد. این دلالت میکند که تکفیر شرط و شروط دارد. یکی از شرطاش و یک آدم استاد سوال، یک آدم گفته است که پروردگار تو بنده من خدای تو گفته است، حکمش چی است؟ تمام وای کافر. آخر این خطا کرده است. اخطأ من شدت الفرح، یعنی قصدن نگفته است. این دلالت میکند که یعنی تکفیر کردن شرط و شروط داشته است. 7 شرط دارد. یکتش یعنی خطا نباشد، یعنی خطاگی زبان، او قلب با قلبش نگفته است. یا که خیلی یکی از شرطاش مکره نباشد. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. الله تعالی که مگر آن کسی کافر نمیشد که اکره مجبور کرده شد به گفتن سخن کفر و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش پر از ایمان است. زبانکی هبل اعلی گفت، هبل بزرگ است گفت، الله بزرگ نه، هبل بزرگ است گفتم، لیکن قلبش پر از ایمانی به الله تعالی است. از زبی مجبورن برای کشته نشدن همین گپ گوید. الله تعالی گفت که کافر نمیشد. الا من شرح بالکفر صدرا، لیکن آن آدمی که ولکن من شرح بالکفر صدرا، آن آدمی که به کفر دلش کشاید، یعنی با قلبش همون گپ گوید و ثانی کافر میشد. خلاصه همین بنده به نهایت خرسند شد. خرسند شدن این لذت قلب است. خرسندی لذت قلب است، یعنی به نهایت خرسند شد. این حدیث رو پیامبر صلی الله علیه و سلم چه مثال آوردن و گفتن که اگر بنده الله به گناهش توبه کند، الله تعالی از همه آدمی که شطورش یافته خرسند شد کو از وی دیده خرسندتر میشه. چی گونه ما اینه گوییم که نه الله تعالی خرسند نمیشد؟ گوییم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که الله تعالی خرسندتر میشه در وی آدم. لیکن ما میدونیم که خرسندی الله تعالی به خرسندی این بنده مانند نیست و الله تعالی به این خرسندی حاجت هم ندارد. الله تعالی خرسند میشد گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. همین گونه ما هم تفسیر میکنیم. خب انشاءالله باقی مانده حدیث ها رو در درس آینده انشاءالله شرح و معنا میگوییم. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.